السلام علیکم بابایشان. من یک کارکن ملیسی کلان شهر دوشنبه هستم. من بسیار ملاها را ظلم کردم، غم می دادم. 30 سال ملیسه کار کردم. من مسلمانی دو باور نداشتم. روز عید خواب دیدم که یک موسفید ریش سفید نزد من آمد و دست من را داشت و به من بسیار نصیحت کرد و گفت در آسیای میانه عالم سرعلم برجسته 2 نفر هستند. رو مسجد آنها نماز خوان و توبه کن. یکی از اونها نورالدین جان و دیگر مولانا محمود جان است. دست اونها را گرفته بوسه کن، این خود عبادت است. و گفت ایشان نورالدین جان از خردی یگان نماز را قضا کردگی نیست. داملای عزیز، من توبه کردم، خدا گناه مرا میگذرد. بابایشان برای چی برادر شما را مولانا محمود جان میگویند؟ مولانایش چیست؟ هزاران بار توبه کردم بابایشان، دیگر تکرار نمیکنم. هزار شکر پروردگار که شما را برای راست هدایت کرده است. به خاطر کارهای ایام نادانیت پشیمانی کردی، از سید توبه کردی، خداوند گناه تو را میگذرد. خداوند توبه پذیر است. رسول اکرم میگه التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از سید توبه میکند مانند کسی است که هرگز گناه نکرده است. دادر عزیز، پروردگار در توبه را برای بندگانش کشادگی است تا آمدن سکرات، تا لحظه آخری سکرات. اگر بنده مومن پشیمانی کند از کمبودی هاش، خدا گناهش میگذرد. بنابر همین الان فرصتی زیاده در پیش داری تو، با به سبب نمازات خواندن، به سبب شرکت در نمازهای جمعه، انشاءالله امید دارم خداوند مقام تو را، مرتبه تو را در جنت بلند میبردارد. شاید این قصه شما، این سرگذشت شما برای دیگر کارگرای آرگن دستی درس عبرت شود. خداوند آنها را انصاف دهد که به پیشواهای دین خود به آدابی نکنند، به پیشواهای دین خود به احترامی نکنند. اما او سخنی که خوب خواب است، من نمیگویم خواب شما دروغ است، این است که در آسیای من غیر دون عالم دیگر عالم نیست. نه، ما خاک پای عالم هستیم. الحمدلله تاجیکستان ما، آسیای من از عالمان خوب بسیار پر است. از هر کدام اینها شما اخلاص کنید میتونید بهره گیرید، میتونید فیض گیرید. اما این که من هرگز نماز قضا نکردم، این خدا میداند. خب الحمدلله که من از سنی 2 مکتب میخواندم، نمازها میخوانم. خب این همش فضل خدا و تربیه حضرت بزرگوار قبلگاه من بودن. روزه خوردنم به یادم نیست، اما قضا کردن نماز که میدونه بچگی بود، شاید قضا هم کرده باشیم، خداوند بخشد. از من گناهگارتر در پیشگاه پروردگار کسی نیست. من همون سخنی را میگم که حضرت یوسف گفتم و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس هرچه تا آدم فریب میکند به دام گناه میغلطاند. خداوند به سبب اخلاص شما گناه های ما را گذرد و ما را سزاوار و توفیق اتیاد که اخلاص شما دا مناسب باشه. دادر عزیز، خوشا به حالتان که الان فرصت یافته و بازگشتی به سوی خدا کرده. خوشا به حالتان. پیغمبر خدا در حدیث میفرمایند اگر گناه شما به پری زمین باشد هم، وقتی که به خدا شرک نبیارید، توبه کنید، به پری زمین خداوند شما را حسنات میتید و گناهتان میگذرد. خوشا به حال شما. لیکن من گاها در محفلا هم میگویم، بازم میگویم، برای که نوارای من هر روز که گیبه تماشا میکنن، هر روز اداره های مخصوص نوارای من رو میبرن تماشا میکنن، پروکراتور و دیگر. با میگویم از کسانی که در بالای منصب هستند خداتان احتیاط کنید. منصب زود به بقاس می رود، شما پیشگاه خدا میرید.
در وقتی منصب بودن خدا را یاد کنید، اسلام احترام کنید، پیشواهای دین تان احترام کنید، احکام اسلام تان احترام کنید. دادرای عزیز، اما بعضی ها رو میبینم در سری منصب نه خدا رو میشناسند نه به اسلام کاری دارند، همه رفتارشان ضد اسلامی است، سخنهای تحقیرآمیزانه به اسلام میگن، خیال میکنن که این منصب ما رو هم تو میبرد. همون روز که از منصب غلطیدم باز میبینم نمازخوان، باز میبینم شیخ. بنابراین من بسیارتا به اونها اخلاص ندارم. من همون کسی رو دوست میدارم که در حالتی منصب داریش خوش به دست میگرفت، اسلام رو پشتیبانی میکرد، لیکن هر حال هم فرصت بخون. البته این فکری من است عزیزان من، خدا مانندی گمان من فکر او خدای مهربان است که حتی فرعون دعوای خدایی کرد. عزیزان من، پروردگار دریای رحمت شه ببینه، فرعون دعوای خدایی کرد، حالا که هیچ منصبدارای ما خوشان خدا نگفتیم، اگرچه مقابل خدا جنگ دارن اما خوشان خدا نگفتیم، خدا دو باور دارن. دعوای خدایی کرد، انا ربکم الاعلا، گفت ما علمت لکم من اله غیری، گفت. قرآن حکایت میکنه به اهالی شهر که غیر من شما خدا نداره، خدای شما منو میخوام میکشم تان، میخوام زنده تا میکنم، میخوام ریخت تا میتم، میخوام گوشت تا میدارم. خدا منو، خدا نیست. این موسی میگفت دیگه خدا نیست. این موسی یا دیوانو یالله چکای. حالا بعضی منصبدارا ما رو تو دیوانه حساب میکنن، اما والله خودش دیوانه است. از وای احمقتر کسی نیست. من توف کردم در منصب و شما دستول شم. وقتی که در دریا غرق شد فرعون، وقتی که در تلاطم دریا افتید و شلقه دریا بالاشتش افتید و اسبش چپه شد، آب دو فرو رفتن گرفت، خستن گرفت، دهنش پری آب شد، دید که میمرد، دید که گده هاش یاردمش نمیکنن، دید که خوه های مسلحش از دست چیزی نمیبیاد، دید که سیر و سوکش از دست چیزی نمیبیاد. بچه گفت، ای موسی گفت من به همون خدایی که بنی اسرائیل ایمان آورده است منم ایمان آوردم، من خلاص کن. ای موسی گفت، ببینید، ای موسی گفت، خدای قادر بینه، خدای انتقام جور بینه، دانشت ای خدا نآورد. ای موسی گفت، شاید اگر ای خدا میگفت کار دیگه میشید. ای موسی گفت منو دست بگیر، من خلاص کن، من به خدای بنی اسرائیل ایمان آوردم. چند بار فریاد کرد، اما موسی پیغمبر بود، حالت قهرش بود نگاه نکرد. شاید پیغمبر بزرگواری ما بشد، صلوات ربی و سلامه علیه، شاید همون حالتم دست او رو میگرفت. موسی نگاش نکرد، غرق شد، سگ بانم برا. اما لحظه چند پس، لحظه چند پس پروردگار به حضرت موسی وحی کرد. من اینو برای برادر عزیزم، پروردگار به حضرت موسی وحی فرستاد که یا موسی استغاث بك 70 مرة فلم تغثه فبعزتي وجلالي لو استغاث بي مرة واحدة لوجدني مجيبا قريبا. پروردگار که ای موسی، این فرعون، این ناکس 70 بار از تو یاردم پرسید، از تو نجات پرسید، تو نگاش نکردی. قسم به عزت و جلالم اگر یک بار ای الله میگفت من او را اجابت میکردم، من او را از غرق نجات میدادم، من او را به ایمان مشرف میکردم. ای تو خدا داریم، ای تو خدا داریم، ای تو خدای مهربان داریم. من او را اجابت میکردم، من او را توبهش قبول میکردم، من او را به ایمان مشرفش میکردم. خدای انتاز. بنابر هر چی باشد، وقتی که به خود می بیایید عزیزان من، منصبدارای عزیز، کارگران اداره های مسئول، وقتی که به خود می بیایید پشیمان می شوید،
همون وقت فرصت است خدا شما را قبول میکنه. خدا مهربانه، غفاره. قرآن میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندگانی که از روی نادانی، از روی غرور جوانی، از روی غرور منصب، از روی غرور ثروت، از روی غرور جاه و مال از من دور شدید، نافرمانی کردید، ضد من جنگ کردید، مسجدهای من خراب کردید، خانه های من کلید کردید. الان فرصت دارید، بیایید توبه کنید، من شما را قبول میکنم. زیرا من خدای مهربانم، من خدای توبه پذیرم، من خدای غفارم، من خدای بخشنده گناهم. خدا اینت میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خوشا به حال تو برادر عزیز، خوشا به حال تو که امروز بازگشتی به خدا کردی. هزاران حمد و ثنا، شکر به حساب پروردگاری که تو را هدایت کرد، از دوزخش خلاص کرد، به ایمان مشرف کرد. و امید دارم خداوند تو را صاحب جنت کنه. امید دارم خداوند تو را صاحب ملاقاتی به دیدارش روز قیامت گردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. عزیزان من، بخوام در این لحظه های آخر برای یکی از مخلصان خود که در این فصل زمستان ما را از گرمی تأمین کرد و آب گرم ما را، طهارت ما را گرم کرد، الهام جان خدا نگهش دارد. و این چنین برادر عزیزی دیگر که من اونا رو نمیشناسم، امام علی جان، خداوند اونها را عمری دراز و تنی صحت و در کارهاش هم موفقیت و رزقاشان فراخ کند. خدای اینها چگونه غم ما رو خوردن، خدای تو اونها رو در حفظ و نگه دار و عمری با برکت در خوشان و خاندانشان و فرزندانشان نصیب گردان. آمین. الان جوان دانی دروازه بود، عبدالغفار حاجی همراه با دو برادرش آمدن به خاطر مادر پیرشان میخوان از ما دعا گیرند. اولا که چبار جمعه گذشتم گفته بودم که من برای مادر عبدالغفار به خاطر شیر پاکش که مانند عبدالغفار و برادراش اندان با ایمان و عالم دوست و صالح تربیت کردند، من آفرین کرده بودم. مادر بیمار بیان دعا کنیم پروردگار مادر عزیز شفای کامل عاجل نصیبش کنه و طفیل او دیگر بیمارای امت اسلام خصوصا عاشقان مدرسه محمد را خدای تو قادر شفای کامل عاجل نصیبشان گردان. پروردگار این جوانا هر مراد و مقصودی که داشته باشن به مقصودشان رسان و هر حاجاتی که داشته باشن خدای تو قادر. در وقتی شنیدن نام پیغمبر بعضی مردم میانها را خم میکنند. آیا جایز است یا نه؟ نه جایز نیست، این حرام است. تعظیم در غیر خدا درست نیست. بنابر کسانی که در وقتی شنیدن نام پیغمبر این تو میکنند اونها جاهلن، اونها نادانند. تعظیم پیغمبر نه به خم کردن قامت میشه، تعظیم پیغمبر به پشتبانی کردن شریعت او میشود، تعظیم پیغمبر به دوست داشتن او میشود، تعظیم پیغمبر به عمل کردن به شریعت او میشود. 5 وقت نماز در مسجد خواند، سنتای رسول اکرم به جا بیار، از شریعت او چه نمیدانستگید محافظت کن، دیگران را به اسلام دعوت کن. این است تعظیم پیغمبر، نه او خم شدن ها. مجموعه الفتاوا مولانا عبدالحی صراحتا تعظیم رسول اکرم در وقت شنیدن نامش نهی کرده است. علی قاری نهی کرده است. البانی در سلسله احادیث موضوعش این حدیث آورده است، نهی کرده است. نکنید اینا. امام رسول اکرم دوست می‌دارد. بعضی ملاهای ساده میگن که آخر نشانی دوستداری است کو. آخر همون مسیحیان از دوستداری حضرت عیسی را بچه خدا گفتن کافر شدن. باید دوستداری در چارچوبی شریعت باشد، در چارچوبی قانون باشد، نه اینکه دوستداری از حد زایی. صحابه رسول اکرم واقعا از ما زاید پیغمبر خدا را دوست می‌داشتن. یک دیوای در پیش رسول اکرم وقتی شنیدین نامش تعظیم نمیکرد، سرش خم نمیکرد.
حالا اونا برای رسول اکرم جانهاشون دادن، مالهاشون دادن. حالا ما همین تعظیم کنار یک سگویه برای خاطر پیغمبر خدا یکشون نمیتیاد. حالا از روی محبت رسول اکرم در عراق اینقدر برادرای مسلمان کشتیشان یک دست زبانش برآورده اعتراض نمیکنه، حتی دعا نمیکنه که خدایا برادران مظلوم ما را از دست این امریکایی‌ها خلاص کن، نمیگوید. اما خم کنیده برای آدم‌ها رو فریب کردن او بالا هست. عاشق پیغمبر است، عاشق این نیست. عاشق باید پیروی سنت باشد، عاشق باید جان فدا برای اسلام باشد. ما بی الا الجوع، من دیوانه نبودم، من کسلی سرع نداشتم، پریپت که نبودم، فقط والله از روی گرسنگی که چیزی نمیافتم خورم دلم به خود میشد، بیهوش میشد. با همین گرسنگی طاقت میکرد و از پیغمبر خدا جدا نمیشد تا اینکه از فیض حدیثای رسول اکرم دور نمونم. گفته ببینید دیگران تجارت میکنن. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه آنچنان ثروتمندی بایه بودن که 80,000 دینار فقط هشتی همسراش شد. اما ابو هریره همیشه در مجلسی رسول اکرم بود. حال خودش حکایه میکند و یادم آمد، روایت بخاری هم هستین، حضرت میگه یک روز بسیار گشنه موندم، قریب 2 روز بود چیزی نخورده بودم، نه خرما و نه شیر. به طاقت شدم، از مسجد رسول اکرم بیرون برآمدم. شاید یگان کسی از برادران اسلامی گذرد و منو به خانهش تکلیف کنه. بیرون برآمدم، میگه حضرت ابوبکر صدیق آمدن. پیشان راستا خستم، السلام علیکم گفتم. ابوبکر میگه سلام من جواب گرداند و گذشته رفتنی بود که گفتم ابوبکر یک آیه از قرآن میخوام از تو پرسم که تفسیرش چگونه است. ابو هریره میگه خودم تفسیر این آیه میدانستم، لیکن به خاطر آن گفتم که شاید ابوبکر من قدیش گرفته خانه برد تا تفسیر آیه به من فهماندن یگان کاسه آب می شیر ایمی بیارد خورم سیر کنم. نه برای خاطر اسکمون بود. میگه باش خودم تفسیر آیه میدانستم. حضرت ابوبکر میگه مقصدی من نفهمید، تفسیر آیه رو میگه برای من گفت و گذشته رفت. باز ناامید شدم، چشتم که خدا چی میخواسته باشه. حضرت عمر میگه آمد، باز از عمرم همین سوال کردم، همین تفسیر آیه مبارکه رو پرسیدم، به همین امید که خودش گیره خانهش برد تا تعلیم دادن و درس. چون امروز اکثر جوانای ما زنک بازی میکنن. برای چی؟ اکثر جوان ما پولدار است و به پول از فرق داره، اگه قلچه قمه خوش میره یا با برای به خاطری که در خانهش زنش حرمتش نمیکنه. خانه میدرا زنش لباسی کونی رویای ناشوشته است، خاش چشمی ناکشیده، عطر نازده، در نظرش عجب خیلی کوچه ببینه و این عطر خوشبو میکنه، بوش از چند کیلومتر میرسهش. خاش چشما سیاه، اپا مپا دیگه لباسی زیبا، خیال میکنه که در بین پاش میگم چیزی که دارم. بنابرای خفای من مفتون شده میره، زن خوشی با خیانت میکنه. بابا خواهرای عزیز، خوب این دفعه من اکنون داد غلطن میبرد، یکی خواهی که شوهراتان به شما خیانت میکنن، خواهی که شوهراتان زنی دویم و سیم نگیرن، شما شوهراتان رو دوست دارید. همیشه خودتان مثل پیش شوهراتان آرایش دیه، زینت دیه، فسان کنید. اون وقت شوهراتان خیانت میکنه شما. خدا شما رو بخت کرد.